رمز انکت گرین کارت رو فراموش کردید؟ مشکل نیست، بیاید به این ویدیو توجه میکنیم. خب به سامانه دیوی پروگرام نقطه استیج نقطه گو می رویم. چک استاتوس رو زیر میکنیم. کانتینیو رو در اینجا زیر میکنیم و در پایان کانفرمیشن نمبر نوشته شده است forgot confirmation number، یعنی رقمی تصدیق کننده رو فراموش کردم. زیر میکنیم. انا اینجا انتخاب میکنیم که شما نتیجه لاتاری گرین کارت کدام سال رو میخواهید بفهمید، 2026 یا 2025. خب طبیعی است حالا 2026 است، این رو میگذاریم همین کنه و اینجا در قدم دوم فامیلیا نسبتون رو می نویسید، یعنی فامیلیاتون رو می نویسید، نامتون رو می نویسید. اساسا تاجیکا نام میانهشون رو نمی نویسند، برای همین اینجا نو میدل نیم انتخاب میکنیم. در قدم سیوم ماهی تولد، روزی تولد و سالی تولد رو می نویسیم. در قدم چهارم ایمیل رو می نویسید که هنگام پر کردن انکت گرین کارت استفاده کرده بودید. در قدم پنجم این رمزی در اکران پیدا شده رو می نویسید و سابمیت رو زیر می کنید. برنامه برای شما نتیجه گرین کارتتون رو نشان می دهد.